اگه این ویدیو رو داری میبینی یعنی برای کار ملوانی روی کشتی ولف انتخاب شدی. کشتی که سالهاست از بندر انزلی خارج نمیشه اما هر شب حرکت میکنه. قبل از شروع شیفتت باید 3 قانون مهم رو بدونی. این قوانین شوخی بردار نیست. ملوان قبلی فقط 1 شب دووم آورد. قانون اول: هرگز به سوت ملوان دیدبان جواب نده. بعد از نیمه شب از دکل جلویی صدای سوت میاد. اگه ملوانی رو اون بالا دیدی نزدیک نشو. کشتی ولف 10 سال دیدبان نداره. کسی که سوت میزنه دنبال جایگزین میگرده. قانون دوم: اگه روی آب سایه یک کشتی موازی دیدی بهش نگاه نکن. بعضی شبا کنار ما کشتی دوم دیده میشه، بزرگتر، تاریکتر، بی صدا. اگه چراغاش رو روشن کرد چشمتو بدوز. مسافرهایی که داخلش ایستادن اونهایی هستن که قبلا از کشتی ما برده شدن. قانون سوم: تو کابین کاپیتان نرو، مخصوصا اگه درش باز بود. کاپیتان 3 سال ناپدید شده اما هر شب ساعت 2:40 در کابینش باز و بسته میشه. اگه دیدی لامپ داخل خاموش روشن شد فقط رد شو، چون کسی که اونجاست حافظه خوبی نداره و ملوان‌های جدید رو با قبلی‌ها قاطی میکنه. اگه از این قوانین پیروی کنی شیفت تمه، اگه نه فقط بدون آب‌های خزر چیزی که بگیره رو پس نمیده، مخصوصا ملوان رو. برای داستان‌های بیشتر چنل من سابسکرایب.